به نام خدا. خانم ها آقایان، بینندگان محترم شبکه 3 تلویزیون، سلام بر شما. وقت بخیر. به این شماره از امضا خوش آمدید. خیلی خیلی خوشحال هستم که من احسان کرمی این افتخار رو دارم که در این نوبت از برنامه امضا پیش روی شما نشستم و این بخت رو دارم تا گپی داشته باشم با یکی از بنامترین نقاشان سرزمینمون ایران، نه تنها فقط در ایران بلکه در دنیا. نقاشی که او رو به عنوان یکی از نقاشان مدرن سرزمینمون میشناسیم، استاد حسین محجوبی. سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام به شما، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستین، جوانایی که پر از احساس و دانش و ذوق هستن. لطف شماست. در حال دوره‌ای می‌بینیم که خیلی باعث خوشحالی است، چون علاوه بر زیبایی اینا از جهت فرهنگ و دانش اینا واقعا دوره عجیب غریبی است که بچه‌هامون در همه زمینه‌ها چه دختر چه پسر فوق‌العاده هستن. خدا رو شکر، خدا رو شکر. متولد یکی از زیباترین شهرهای به نظر من جهان هستید آقای محجوبی، لاهیجان، سال 1309. از لاهیجان اون موقع برامون بگید، از خانواده‌تون برامون بگید. چند نفر بودین؟ پدر چه کاره بودن؟ مادر چه میکردن؟ حالا از وصف لاهیجان کردین زیادی از حد زیاده نگفتیم. واقعا زیباترین جای دنیاست، چون یه سرزمینی است که نمیدونم شما میدونید یا نه، ما رامسر تشریف برین 180 درجه شما دید دارین. یا بهشهر خیلی قشنگه. این منظره اینه که سریع مثلا 10 دقیقه جایی میرسین تمام شهر میبینید. در لاهیجان که میرسیم بالا دقیقه همین شیطان کو میگفت الان 360 درجه شما زیبایی از صبح تا شب این زیبایی ها رو شما میبینید. نتیجتا همونجوری که میفرمایید واقعا چشم اندازهای بسیار رویایی داره. نتیجهش هم این که همه عالم زیباست و اون خطه‌ای که شمال و همینجوری بخوره طرف ژاپن اینا، این خطه واقعا زیباست. با بودن دریای مازندران خزر یک زیبایی ویژگی داره که منحصرا فقط مال همین سرزمین مقدس ما ایران هستش که واقعا همینطوره. اینا اتفاقا تو یک تابلویی که پارسال کشیده بودم کوچ ایرها، نمیدونم میدونی یا نه، این بالا وقتی سرد شد بعد از قرنها مجبور شدن بیام پایین کوچی از کنم که آریا میگفتن سه تا کوچه فلات ایرانه. بعد کوچه دوم میره تو هند و چین، کوچه سوم میان رودان بین نرین و بعد قفقاز. تمام چیزای زیبایی دنیا با بودن این فرهنگ و زبان فارسی می‌بینید که بعد از قرن‌ها از ایران زنده است و به قرن‌ها باید زنده خواهد بود، چون واقعا سرزمین مقدسی است. اینو بدون تعارف میگم. و شمال هم که دیگه ویژگی داره، همه مردم ایران اونجا رو دیگه خاطره بسیار خوش داره. لاهیجان چطور؟ از لاهیجان حالا لاهیجان برسون برسونم واقعا ویژگی داره. اون موقع رو میگم، اون موقع چجوری بود؟ مثل یک شهر واقعی بود یا نه اون موقع خیلی کوچیک‌تر بود؟ الان شما باکس شما نگاه کنین مناطق مثل که اصلا تو ایتالیا هستی. یه مسجد اکبری داریم، معماریش واقعا فوق‌العاده بود. مسجد جامع داشتیم، متأسفانه الان تغییرش دادن. یه حمام بود که اون زمان یه چیز اصلا شگفت انگیز بود. سونای اون موقع مثلا اون تو بود. الان یک خونه تو لاهیجان هستش که زیر زمینش یه حمامی به صورت سونای سابق هستش اونجا. بله، قرارش بوجارم بگیرم برای میراث فرهنگی درستش کنن، دست صحبتش هست. خلاص همه جای ایران دیدنی است، هر جاش یه زیبایی داره، یه فرهنگی داره. گیلان ما به خصوص لاهیجان بالاخص که دیگه واقعا زیباست. دیگه من دیگه نگفته خودتون هم فکر کنم همه میدونن، واقعا همه میدونن. خانواده چند نفر بودید؟ باشه، من بزرگتون عرض کنم که ما بابام خیلی عاشق پیچو دوست داشت. نزدیک در 12 تا مادر خدا بیامرزه فرزند 10 تاشون مونده. بنده 12 فرزند 14 تا 14 فرزند 10 تاش موندیم که من بزرگترش هستم. 6 برادر بودیم، 4 خواهر. الان چند نفر در متأسفانه 2 تا از برادرام عمر شدن. یکیش سومین بود، دکتر بود، عمرش داد به شما. یه برادر کوچیکم 15 سال از من کوچیک‌تر بود، ماه گذشته اونم عمرش داد به شما. اونم خدا رحمتش خیلی حیف شد، خیلی دوست داشتنی بود و ورزشکار بود. و در بین این لشکری از فرزندان محجوبی بزرگ چند نفر هنرمند شدن جز شما؟ والا از کنم طرفکار بزرگش من هستم. همه بازوق بودن. مثلا عروسی داشتیم برادرم مثلا ساز می‌زد، که آواز می‌خوند
ولی اونجور که دقیق بیان توی این عرصه حرفه‌ای نه دیگه هیچ کدوم مثل من دیگه اینقدر خرابکاری نکردن. چی شد که تو خانواده شما هنر پا گرفت، همه ذوق هنری داشتن؟ اتفاقا نقطه اصلی همینجاست. موزه معاصر که درست شده بود، ما واقعا سالها توی شهرسازی و از کنم چیز بودیم و بعد 12 سال رفتم به دفتر فنی پارک‌ها شده بودیم و که حالا در مورد به خصوص پارک سایی بله اولین کارم اتفاقا پارک سایی بود که بعد صحبتش خواهیم کرد. حضورتون عرض کنم که موزه معاصر قرار شد درست بشه، موزه هنرهای معاصر آقای کامران دیبا خودم از دوستای ما بود و ساختن با مهندس فروغی. الان کارش هم دیدم اینجا هستش. بله. استاد ما دانشگاه فنی بود. 6000 متر زمین اونجا دادیم و بعد دومین موزه قرار شد در گیلان درست بشه. از 36 7 نقاش معروف ایران 22 تاش مال گیلان بود. ضیافور، مؤسس دیگه دختر پسر نجیتن. من با آیدین آداشلو و آقای دریابگی مأمور شدیم از این نقاشا کار بگیریم. از هر کدوم 2 تا کار خریدیم. اون موقع 50000 تومان یکی هم هدیه گرفتیم. اینا همون جمع شد. موزه شهرداری رشت هم قرار شد اونجا درست بشه. دستور دادم اونجا درست بشه. تا الان همین پشتش هستن نزدیکی که اتفاقا همین هفته همین فردا اتفاقا قرار داریم که موزه رو دوباره در رشت بنا کنیم. خوشحالم که اینجا ولی این خیلی بعد از اینه که شما با عالم هنر وارد شدید. میخوام ببینم مثلا در کودکی شما چه اتفاقی افتاد؟ طبیعت یه جوریه که شما ناخودآگاه زیبایی مرز کردم که طبیعت لاهیجان مدام تغییر طبیعت شما می‌بینید. بارندگی زیاد، تغییر هوا رو می‌بینید، رنگ‌ها رو می‌بینید، افق‌ها رو هر روز یه جور می‌بینید. چیزا خودآگاه صاحب ذوق میشیم. خودم مرز کردم پدرم خیلی باذوق بود. پدر چه کاره بودن؟ پدرم مال اون زمان تقریبا چیز سوپرمارکت امروز بود. از اطراف تهران براش چیز می آوردن این پخش می‌کردن. اینو تقریبا بقالی بود. بعد کار باغداری اینا می‌کردیم، کار چای سازی می‌کردیم. باغ چای داشتیم. باغ چای داشتیم بله. اونم داستانی 150 60 کارگر زن داشتیم. اینا میومدن با شوق میومدن از اطراف شهر میومدن. اینا با روزی 2 تومن اون موقع اینا پول نمی‌گرفتن که احتیاج نداشتن. به عشق 2 کار، یا این پولا رو آخر فصل که پاییز میشد یا برای عروسی استفاده میکرد یا میرفتن زیارت. اینا شاد بودن. اون میخون این میخون با همش شادی. محیط رویایی اصلا یه چیز رویایی میدن. البته من نقاشی کردم الان دیگه همه دیگه متاسفانه ماشینی شد. اون شایعه شمال هم که میگن دیگه الان تقریبا 70% شونه. اون طبیعی که ما درست میکردیم واقعا این چیز فوق العاده ای بود. بعد فرم داشتیم اینا رو با دست درست میکردیم. خیلی داستانش زیاده. خودتون هم کار میکردین در کودکی؟ بله با بابام 6 7 سال باغش اداره میکردیم. باغ رو همین آدم‌ها رو می‌گرفتیم. بعد اینا رو 60 70 کیلو رو چام می‌گفتیم. 2 تا زنبیل بزرگ چای‌ها می‌ذاشتیم. پیاده می‌رفتیم بعد وقتا می‌بودیم کارخونه تحویل نمی‌گرفتن. بعد موقع پاییز بود همین اردیبهشت متأسفانه این خراب می‌شد. یک داستانی بود حمایت واقعا نمی‌شد. یعنی چیزی که کشاورزی رو به اون معنا نه برنج نه چای رو به اون شکل حمایت نمی‌کنه. الان باید واقعا مسئله بسیار مهمی است که باید اینا حمایت بشن. متأسفانه الان هجوم تمام ایرانیان به شمال شده. همین لاهیجان ما الان متاسفانه بهتون بگم که هجوم شمالی‌ها تو این تهرانی که من اینجوری می‌بینم بزرگ می‌بینن در 15 سال دیگه آب نیست اینجا. ما باید بذاریم بریم از این شهر. متاسفانه تهران خیلی بزرگ شد. با آقای خالیباف هم عرض کردم خلاصه واقعا دستش در خیلی زحمت کشیدن، کار خیلی کردن. تهران که دیگه الان شأن یک کشور دیگه. ما در شهرسازی زده بودیم برای تهران محدود درست شد. یک شهرساز آلمانی بود 50 هم شهرسازهای ما. محدوده تهران سال 36 نازی آباد بود جنوب. بله. شرقش بود تهران پارس، غربش بود کرباس سرنگی، جنوبش هم بود شمالش هم بود همین شمال تهران. الان شمالش شد شمال ایران. بله دیگه. شرق شد شمال ایران. غرب شد قزوین، جنوب هم شد قم. دیگه این که شهر یک کشور واقعا چقدر زحمت میکشن برای این شهر که چقدر واقعا آبادانی شده. واقعا شگفت انگیز اداره این شهر. به دشوار. واقعا استادی میخواد به دشوار. متاسفانه بی منطق. شهری است که اصلا توش منطق نیست. حالا در مورد این بی منطقی شهر صحبت خواهیم کرد. اما اولین بار کی پی بردید که استعداد نقاشی دارید و اصلا اولین بار که با ابزار نقاشی آشنا شدید؟ مکتب خانه میرفتید یا دبستان؟ براتون برسونم ما گفتم 10 نفر بودیم دیگه. ما شیطون بودیم. من و خواهرم 1 سال با هم تفاوت داشتیم. ما رو گذاشتن گفتم ملا خونه.
یه جای بغل همسایه ما بود، اونجا میشستیم و برنج به اینا پاک میکردیم. بعد از 4 سال فقط یه صفحه قرآن ما یاد داده بود. 4 سال بعد، یعنی 4 سال برنج فقط پاک میکردین؟ کارگرش بودیم. یعنی اون موقع هنوز مدرسه به شکل امروزی نبود در لاهیجان. خلاص 8 ساله بودیم. دختر خواهرم 7 ساله. البته مدرسه درست شده بود، منتها مخلوط چیز بودیم. جدا بودید؟ نه جدا نبودیم، یعنی مختلف بودن. یعنی پدر مذهبی بودن و معتقد بودن نباید مختلف مدرسه بریم. مجبور شدیم بالاخره میرفتیم به اونجا. روز اولم کلاس شلوغی داشتیم، مشغول به طراحی بودم. مفتری گفت خانم این داره نقاشی میکنه. خانمم اومد بیرون و یه موقع معلم دست بزنشون خیلی خوب. تو همون مکتب خانه یا ملاخانه؟ نه مدرسه بودیم. دیگه مدرسه. 4 سال پس شما در مکتب خانه بودید و هیچ یاد نگرفتید؟ یاد نگرفتیم. من 8 ساله اومدم مدرسه، خواهرم 7 ساله. خلاص این شکلی بود. خلاصه معلم شما رو تنبیه کرد بخاطر اینکه نقاشی می‌کنید. این خاطره 8 سالگی بوده. بعد دیگه به معلم نقاشی داشتیم دوره دبیرستان. خدا رحمت کنه الان زنده آقای مخمر زنده هستن. بله خطاطی می‌کردن، تابلو نویسی. من دوست داشتم خودم پول خودم در بیارم. 14 ساله که بودم دیگه خودم دیگه شروع کردم به تابلو نویسی و نقاشی. خلاصه 7 8 سالگی احساس می‌کردم که باید این کار دوست داشتم. تا کی در لاهیجان بودید؟ 20 سالم بود که اومدم تهران. 20 سال، یعنی پس دوره دبیرستان رو تموم کرده تا نهم اونجا خوندم. دهم اومدم البرز تهران. اونم داستانی بود که دهم 20 ساله بودین؟ دهم بله 20 ساله بودم. 20 ساله بودین. نه کلاس دهم نه که قربان 20 ساله بودم که اومدم تهران. نه میخوام بگم دوره نهم تمام کرده بودم. نهم تمام کردین، دهم اومدین تهران دیگه. دهم 20 سالتون بود؟ بله دیگه. من فکر کنم تا 18 سالگی دیپلم بعد میگرفتین قاعدتا. نه تنبل بودم. پس قصه های این شکلی داشتین. درس خون نبودین خیلی؟ فقط در حال نقاشی بودین. تا لاهیجان بودید هیچ وقت کلاس نقاشی یا پیش استادی رفتین؟ بله همین استاد ما آقای مخمر هم معلم خط ما بود در لاهیجان. بله نقاشی هم که موزیک و نقاشی هم جزو کلاس‌ها بود. ولی تا موقع خیلی جدی نشد بود براتون. نه جدی نشد. بعد شما که خیلی درس خون نبودین یه مرتبه چجوری سر از البرز در آوردین؟ والا دیگه اونجا هم داستانی بود که آقای دکتر مجتهدی همشهری ما بودن، البرزی بودن دیگه. یه داستانی بود تو لاهیجان پدرم میشناخت. مرحوم حکیم زاده که الان کاریزک ساختم همشهری ما بود. با پدرم کارای چیزای ساختمانی برای افراد چیز می‌ساختن، دبیرستان برای این چیزا. پدر متمول بودن و اقتصادی تقریبا اون موقع سفر داشتن، خوب بود. بعد باغچه‌ای داشتیم. کار خیلی دوست داشتم. بعد خونه ما یه باغ وحش داشتیم، پرنده و چرنده. باغ وحش داشتیم؟ تقریبا یک آهو داشتیم. اون موقع زمستان که میشد آوارا زنده می‌گرفتن می‌آوردن شهر. 2 تا 3 تا خونه ما بود. همونجا باهاش دوست شده بودم. مثل سگ چجوری بود میرفتم بیرون پشت سر من آهو میومد. اولین نقاشیم از آهو کشیده بودم. اتفاقا خیلی جالب. یعنی یه آهو داشتین عنوان حیوان خانگی. و اسب از این پونی بود خونه ما. اسب پونی مگه دیگه اسب خزر بهش میگن؟ اسب خزر میگفتن کوچیک بود. بله. میکردیم خلاصه خیلی خاطرات اینجوری داشتیم. من خونه پدر بزرگم هم عیون شهر بود. ساختمانش از اون چیزای قاجاری بود. سقفای خونه قدیم اصفهان و کاشان اینا اگه دیده باشین. یادم که فقط دیدم. کاشان تشریف باری اصفهانی، ارسی و قشپوری و مقرنسکاری به سقفش هم نقاشی بود. اونم چه کودکی جذاب، چه مناظر عجیبی. خیلی جذاب. اینا همه با این زیبایی که شما بود دیگه احتمالاً خیلی برای دوره کودکی شما دلتون با تنگ خیلی. الان باز تمام اون سنا یادم. خب برگردیم به البرز تهران. آمدید به البرز و ما تنبل بودیم اونجا. شمانوزی اومدیم اونجا. نمیدونم میدونستین یعنی کل تقریبا عیونای ایران بچه‌هاشو می‌بردن اونجا. اصلا آدمای خیلی عجیب غریب اونجا بودن. پسر قاضی محمد مثلا بابا هم کیا بودن دیگه جزشون؟ خیلی از آدمایی که الان آدمای خیلی معروفی هستن با ما بودن. خیلی متأسفانه از بین رفتن. خیلی ها بودن. تمام رجال کشورش ما ببینین تقریبا البرزی بودن اونجا. به چه هدفی اومدید البرز؟ عرض کردم پدرم گفته که فقط برو درس بخون. آقای دکتر مشتی گفت پدرش باید بیاد، پسرش باید بیاد تهران. ما زندگیمون اومدیم تا البرز و واسه تا سال 12 اونجا بودیم. بعد من زیبا بالاخره دیپلمو گرفتیم. به هر گرفتاری داستانی بود. بعدم می اومد یه سال من تا دوباره رد شدیم رفتیم اینجوری که بوشونه 3-4 سال شما. چون برای اینکه معماری بعد ریاضی می‌خوندیم. من دیپلم طبیعی داشتم. نتیجه دوباره رفتم کلاس دیدم نمیتونم. خلاصه
و همون نقاشی شروع کردیم رفتیم دانشکده هنرهای زیبا. در البرز پس دیگه آروم آروم این استعداده داشت شکوفا می‌شد. نقاشا اثبات داشتم دانشکده هنرهای زیبا می اومدم اونجا می‌دیدم دوستانو از سپهری و نمی‌دونم کلانتری و کلی این آدمایی که الان معروف هستن، کلی الان نقاشی تو همین فضا من دارم می‌بینم دوستای ما بودن که اینجا هستش. چطور شد که یه مرتبه در البرز این استعداد شکوفا شد؟ به چه کسی رسیدید؟ بله اونجا که اومدم عرض کردم که بعد دیدیم که با نقاشی که نمی‌شیم، بابام گفته پدر نقاشی چیز خوبه، باید چیز دیگه درست کنیم. رفتیم تو شهرسازی در هنرهای زیبا. نه معماری اونجا هم در کلاس‌های رسمی رفته بودن، تمام تئوری‌های معماری ساختمان کنستراکسیون نقشه‌برداری یاد گرفتم. سال سوم دانشکده نقاشی بودم تو شهرزادی تهران. سال 36 استخدام شدم. بعد تا 6 سال اونجا بودم. سال 42 اومدم برای ساختن پارک ساحلی که دیدن که با الزو و این چیزا هستیم اومدیم اونجا. چی شد که اولا که شما از 20 سالگی در تهران بودید ولی هنوز لهجه کاملا غلیظ که نیمچه غلیظ و گیلکی دارید، یعنی اصلا فراموشش نکردید؟ 65 سال الان تهران همین در 80 چند سالگی ما شما بزنم به تو خلاص عاشق هستیم قربان دیگه هرچی. پس رفتید در شهرداری و چطور شد که قرار شد شما پارک ساحلی رو طراحی بکنید؟ این دوره‌ای که شما هنوز به عنوان نقاش شناخته نشدید. نقاشی می‌کرد اولین ولی برای عنوان حرفه‌ایتون نقاش نبود. حالا عرض می‌کنم اون موقعی که من عرض می‌کردم سال 33 در باشگاه مهرگان، اون موقع از تهران گالری نبوده که. باشگاه مهرگان تو خیابان لارزارنو باشگاه فرهنگیان بود. مرحوم درخشش بود اونجا. دوستان می‌کنن دیدم بازار قسیم خجالت می‌کشم نقاشی بکنم، نمایشگاه بدم. 70-80 تا تابلو کشیده بودم اون زمان. واسه خاص از من تو باشگاه مهرگان تو لارزارنو بود، اونجا نمایشگاه دادم. اولین استادتون در نقاشی به صورت حرفه‌ای چه کسی بود؟ اساتیدی که ما داشتیم تمام اساتید بزرگ از هیدریان بودن. استاد جواد در کجا بودن؟ در هنرهای زیبا بودن. در هنرهای زیبا. آقای مهندس فروغی بودن که رئیس دانشکده هنرهای زیبا بودن که اونجا بودن. آقای محسن فروغی. مهندس محسن فروغی. این کسی اونجا دوام میومد که واقعا باید عشق می‌کرد. 100 تا از اون آدما می‌دیدیم 5 تا 6 تا دیگه توی حرفه بودن، هم تو معماری هم تو نقاشی. در هنرهای زیبا با چه کسانی هم کلاس و هم دوره بودید؟ دوره خیلی ها دیگه، تمام از سپهری بگیرین الان کلانتری خدا ان شاءالله شفاش بده اون بود. آقای دیافور می‌دیدیم، بریرانی می‌دیدیم، تمام این نقاش و معمارایی که الان دوره طلایی بوده واقعا. این موزه معاصر که عرض کردم یک تحولی بود. عظیم. و چطور شد که سبکتون شما رو اون نقاش مدرن میشناسن؟ والا ببینید من میخوام ببینم از همون اول به کارهای مدرن علاقه‌مند شدید. عرض میکنم خدمتتون من بعدم اونجا دیدم که نقاشایی که تو دنیا معروفن باید ویژگی داشته به کار خودش. ما خب بچه شمال بودیم و گلوگیا دیده بودیم، بعدم پاکسازی میکردیم. بعد توی سبکایی که تو اروپا بود این اسمایی که دارن مثلا مال ما خب همون مینیاتور ما رو میشناختن. مثلا کلاسیسیسم چی میگه، امپرسیونیسم چی میگه، اینا رو من همه رو حدود 20 سال اینا رو جستجو کردم، اینا رو همه نقاشی کردم. الان تو کتابم هستش. 15-20 سال جستجو میکردم اینا چی میگن. بعد دیگه تو این کارا یه نمایشگاه دادم از کل طبیعت شمال، چون شمال دیگه مدرن از اون روایت ها. و هرچون برسه پای میسادیم بی اختیار آدم میبرد طرف بالا. وقتیش که تقریبا من نمیدونستم میگن واقعا بالا من از پایین تا بالا این کشیده میشه. رفته بودم طالقان با پرویز کلانتری بچه اونجاست دیدم و اونجا واقعا هم درختی از طالقان تشریف ببرین این درخت‌ها رو واقعا زیبا می‌بینید. مستوار میرن بالا. مثلا خب سر به شیراز خیلی قشنگه ولی این مثلا که خزان میشه مثل چوب بغل هم هست. به یک بادی که توش هست این یک حرکتی بسیار زیبای فوق‌العاده است. مثلا رنگ خود تنه درخت رنگ عجیبیه. مثلا این دو تا کارا چون گفتم بعد رفتیم قسمت پاکسازی اینا
بعد کارم نه اینو برامون تمام نذارینش که چی شد که اصلا آمدید به سمت حالا بعد دیدم که توی منظره ها اسب درخت بیشتر مردم مورد توجهشون ویژگی کارم شده. آنچنان که توی 1000 تا تابلو ببینین به من که درخت ببینین الان خیلی میرن شما امضای شما شده. نه اینو الهام گرفتم به خاطر اینکه دیدم هر نقاشی هر آرتیستی که باید معروف باشه ویژگی باید داشته باشه کارش. تو شعرم ببینید همین جوریه، تو همه اصلا همین چیزا. این هم داستان دو تا دای خیلی بزرگ داره. تو اون دوره نقاشان مدرن هم در جهان خیلی اسم در کرده. دالی، پیکاسو بود، همین درخت استفاده می‌کرد. آقای خیلی هستن تمام مدرنیستا از طبیعت همه استفاده می‌کردن. از کدوم یکی از این نقاشا خیلی الهام گرفتید؟ من همه اینا رو ریسرچ کردم. مثلا کار کلاسیک بعد از زمان، بعد از مکان، بعد از عمل باید باشه. ببینید بهترین کار کدوم مال مثلا که لیوناردو داوینچی. کدوم نقاش مدرن خیلی جلب نظرتون رو می‌کرد؟ از همه بیشتر میکلانژ. این وقتی این کاراش دیدم توی یعنی میکلانژ رو یک نقاش مدرنیست میدونی؟ آرزوم بودم که تو اون مرحله از عشق و عاشقی به عظمت عالم به آثاری که خلق کرده وقتی ولی میکلانژ رو خیلی یک مدرنیست نمیدونن شاید در دوره خودش. اون دیگه رمانتیسم دیگه، کارش رمانتیسم. این کلیسای سیکستینی که میکشید خلقت انسان میکشید و این عظمت طبیعت و ارتفاع. و رفتم تو فلورانس اون دیوید دیدم نگاهی که توی سنگ مرمر هستش توی اصلا یه انسان چجوری میتونه از سنگ این همچین موجوداتی درست کنه، از خود زنده تر. تابلو آفرینش هم کار میکلانژ هست. آفرینش بله دیگه به معروفش اونه در سیستین که نقاشی کرده که انسان رو چجوری خلق کرده. بعد شخصیتش خیلی جالب بود، خیلی اذیتش میکردن، ایراد میگرفتن، الکی میرفت اون بالا همینجوری چیز میکردن پیداش پایین که اذیتش نکنن. بعد که معماری که توی فلورانس کرده اونجا، اون از نظر شخصیت خیلی برام جالب. هر کدوم البته سر جاش خیلی مهم. من یک شخصیتای بزرگ هستم قطعا ولی نقاشی که روی شما تاثیر گذاشت میکلانژ بوده. اون قدرت عشقی که داشت اونجوری میخوابید اون نقاشی میکرد، کار هرکی نیستش که اون به اون دقت این انسان میکشید. این زیبایی الان یعنی میبینیم بعدم در آدم باز میشه تو ارتفاع 20 متری. خیلی نمیخوام تخصصی کنم بحثو، اما به هر حال وقتی میگید تأثیر گرفتید از میکلانژ، من این تأثیر رو در کارهای فعلی شما خیلی نمیبینم. میکلانژ خیلی به جزئیات میپردازه، نه شخصیتش از میکنم. شخصیت میکلانژ عشق به عالم هستی و عشق به هنر داشت، به اون کمالی که توی سنگ مرمر این زیبایی رو آفرید. نگاه دیوید تو مجستی تو فلورانس میبینی اصلا حیرت میکنه چطور اینو کشیده اصلا. همینطوره. پیش از شما چه نقاشانی بودن که در سرزمین خودمون کارشون رو دنبال کرده باشید و لذت برده باشید یا تأثیر گذاشته باشید؟ والا همشون هر کدوم سر جاش از دوره‌های گذشته. بعد باستان ما چیزای عظیم هنری، معماری عظیم دوره‌های مختلف. بعد هر جایی می‌بینید اخچرمجلش می‌بینید، جای دیگه می‌بینید. یه جوری بود که اصلا سرزمینی است که این تمدن اینجا زاده شده دیگه. کوچه‌ای که درست شد اصلا تمام تمدن‌ها از همینجا ساخته شده رفتن دیگه. مثلا شما هنرمندانه ساخته شد. یعنی سرزمینی است که واقعا شگفت انگیزه که همینجوری میره هند و بعد میره چین و از این ور میانودن بعد قفقاز اینا، نه آمریکای جنوبی هم اونجا این کار سر جاش جای خاصه، ولی اینجا به نظر من چیز فوق‌العاده است، واقعا مقدس. چیزی که به ذهن آدم میرسه، حالا چون شما در حیطه شهرسازی کار کردید، اینه که در یک دوره‌ای که اصلا کوتاه هم نبوده، کسانی که جهان رو میساختن به لحاظ سخت افزاری به هیچ عنوان از دید هنری جدا نبودند. برای همین در معماری ها روح وجود داشته و داره، همچنان معماری هایی که از اون دوره باقی مونده. اما در دوره حاضر به نظر میاد که روح هنری در معماری ها وجود نداره. براتون برسونم که خیلی سوال بسیار جالبی است. من مدت‌ها به این جا رسیدم تمام معمارای دنیا، تمام نقاشای دنیا جمع بشن همون یک کار عالم هستی رو نمی‌تونن درست کنن، چون همش زنده هستن. اونا با اون قوانینی که حاکم بر عالم هستی، معماری عالم طوری است که همه دقیق با 117 عنصری که انسان تا حالا شناخته، این با این خواهد شد، اینجور خواهد شد، و هم زنده هستن. با همه عظمتی که انسان داره، شاهکاراش که ما ببینیم همه از طبیعت الهام گرفته دیگه.
مثلا شما پل‌های عظیم سان فرانسیسکو رو می‌بینید، از همین چیزایی که تارپودی که انجام میدن از همون گرفته. الان میگه همین موری که شما میگی اینقدر این یک مو قدرت هست برای چیز کنین، نه دنبال. نتیجتاً همه عالم اینجور شگفت انگیزه. نتیجتاً انسان‌هایی که تا حالا به جای رسیدن 100% از طبیعت الهام گرفتن. به تنها مقامی که میتونید بزرگترین خالق و معمار و زیبایی ببینید خود خالق هستی است که اونم عشق است که به صورت اتم کل عالم ساخته شده. اونم داستانی است که اگه خواستیم براتون میگم که کل عالم عشق است و ضربش میگردن و بسیار هم دقیق. این عناصری که با هم ترکیب میشن بگه اتوماتیکمان انجام میگیره. بسیار هم حساب شده، هیچ که از هیچ چیز نمیتونه بسیار بره. اگه هر کی بخواد باشه میگم عملا بد خوب این واقعیتی است که هم علم قبولش داره، هم منطق اینو آدم میبینه دیگه. پس میتونم از حرف شما اینطور نتیجه بگیرم که عنصر مخفول در معماری امروز، حالا حداقل در کشور ما، هارمونیه. فرض میرسم الان معماری قربونتون به علت این که شما اگه ببینید تمام دنیا به تناسب اون طبیعت معمارا طراحی میکردن. جنگل آفریقا یه جوره، اصلا در خود مملکت خودمون یزد جوری است، گیلان جوری دیگر. همین داستان اول قنات یا این یک شاهکار معماری دنیا دیدم توی همین چیزا. من کشیدم هفت باغ ایرانی پارسال کشیده بودم، میخوام براتون شهر بدم. نتیجتا الان گرمایش سرمایش، الان همین فضا رو ببینید، الان در چله تابستون میشونه راحت زندگی کنین، در چله زمستون میتونید راحت زندگی. این نتیجتا نوع معماری دنیا و چیزا شبیه هم شده اتوماتیک. الان خنده‌دار بهتون بگم توی لاهیجان رفته بودیم شهر ما، برج پیزا طبقه 7 طبقه ساختمان اینجوری رو معماریش خندم گرفت. ببین همین چیزی، چون دیگه صاحب یه دونه منقل داشتیم 10 نفر دور منقل می‌شدیم، تهرانی‌ها شما کرسی داشتیم می‌شستین هر جا این تناز. نتیجتا این تغییراتی که شما الان می‌بینید چیز دنیا هر زمانش حرف خودش داره. نتیجتا شما می‌خواید از نظر هنری چیزش کنین، شاهکارم هست. الان خیلی شما الان فکر کنید الان انسان الان رفته از کره زمین، دانشمندایی که این چیزای اختراع کردن این عظمت دنیا رو رفتن در 15 سال اینقدر این عظمت این از این دیدگاه نگاه کنین، انسان رو جای ویژه‌ای می‌بینید که واقعا اشرف مخلوقاته و این عظمتش ان شاءالله میرسه اون جایی که خدا رو می‌بینه ولی خدا دیدنی چون همون اتم دیگه، تمام مسائل عالم اتم دیگه، 717 عنصر. شما می‌بینید عنصر هیدروژن شما می‌بینید قربان؟ نخیر. ما اون زنده هستیم، درسته قربان؟ همینطور. دو تا عنصر هیدروژن با هم قاطی میشه آب. این همه موجودات با هم. از اون 3/4 بنده آب بنده شما آبه. یعنی هر جای عالم ببینید که نهان چه آشکار این عظمت شما می‌بینید. انسان اینا رو دیده و خوشبختانه اونم که عاشق عالم میشن زانو زدن. وجعلنا من الماء كل شيء حي. عظمت عالم رو سجده میکنن. ما که از اونایی هستیم که در این زیبایی می‌بینیم. 85 سال شما میگن هنوز خوب موندم، چون واقعا عاشق هستم. مرگی نمی‌بینم، چون دائم حرکت عالم هستش. به قول مولانا اگر چرخ وجود من از این گردش فرو ماند بگرداند مرا آن کسی گردون را بگردان. این چیزیست که دیگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفتی که دور شدیم از اون سالهایی که قرار شد شما پارک سایی رو طراحی بکنید. نه من دارم لذت میبرم. چه اتفاقی افتاد که پارک سایی رو شما قرار شد طراحی بکنید اصلا، که یکی از مشهورترین و محبوبترین پارک هاست در شهر تهران و طبیعتاً هر کسی به تهران آمده باشه فکر میکنم حداقل دلش خواسته بر پارک سایی رو ببینه. ارزونترین پارک‌های تهران هست. ارزون یعنی چی؟ یعنی ارزون کنم خدمتتون. عرضم بزرگتون تهران که من گفتم 65 سال تهران هستم. اولین پارک شهر بود، اونجا دفتر ما بود. بعد این پارک لاله که الان شما این اکسپرس جلالیه بود، اونجا مالوب می‌دادید اختلاف سطحش بالا بود، نره کرج داشتیم. بله. خلاصه بعد از پارک شهر این پارک سایی شما ببینید از میدون ونک تا خیابون عباس‌آباد الان شد بهشتی 300,000 متر این کنار این جاده بود. بردن خوردن 125,000 مترش مونده بود که اون از وزارت کشاورزی رفتیم تحویل گرفتیم. اینو کردم برای اعلان ملی کردن جنگل ها که مأمور شدیم از
شهرسازی تهران، اونجا رو یک قسمت، یک چهارم که مرحوم سایی اگه دیده باشین قسمت ورودی پارک سایی رو طبق همون جنگلکاری این کاجای تهران کاشته بودن اونجا. بعد بقیه‌اش دیگه اون زمین مال مرحوم سایی بوده؟ نه خیلی مال وزارت کشاورزی بوده. پس چرا به اسم مرحوم خب برای یه آدم بزرگی بود، عاشق طبیعت بود، میلیون‌ها درخت کاشته. الانم دانشکده کشاورزی کرده مقبره‌اش اونجا، خدا روحش شاد بکنه. اسم سایی هم اسمش گذاشتن، بعد 10 تا از این اسما رو براش بزنن چون واقعا عاشق طبیعت بود و عظمت درخت میدونست که چقدر ارزش داره. الان شما ببینید که همه دادمون در اومده. من یک تابلو 40 سال پیش کشیدم، دنیای محجوبی، که گفتم درخت و اسب یعنی زیبایی است، نه فساد هوا داره نه صدا داره. بعد عالمم کشیدم تمام این برج‌های دنیا، تابلو بزرگ هم هست واقعا، نشونتون خواهم داد. اون موقع زمین 6 میلیارد بود، الان میگه 7 میلیارد خورده ای. الان میبینید زمین دیگه گرم میشه. اسبی که از بین بردیم، ماشین آوردیم جاش گذاشتیم تهران، که خودتون همه میبینید که چقدر گرفتار این ماشین شدیم با همه زیبایی که این شهر داره و این زحمتی که برای این فضای سبز میکشن. واقعا شهرزاد دیگه خب شما یک کار دارین نمیتونیم برسیم. من همین اومدن اینجا 2 ساعت از میدون آرژانتین تا اینجا بودیم، همون موقع تهران من یه رو اینجا میرسید. یک رو. خب داشتیم پارک سایی رو میگفتیم، اینکه چی شد اصلا؟ حرف میاره. این چی شد اصلا؟ برای من خیلی سواله که کسی که خیلی درسخون نبوده اما عاشق نقاشی و هنر بوده و بالاخره به دانشگاه هنرهای زیبا میرسه، چطور میشه که طراحی پارک سایی به او محول میشه؟ بله همون که شهرسازی بودیم اونجا، من دیدیم که بچه‌ها، من اول نمایشگاه با همون بچه‌ها بیکاری سبا بود، مرحوم شهباق و آقای اونجا گذاشته بودم، همون خیابون سبای جنوبی گاری بود اونجا. من همین ایران و گیلان رو چیز کردم، همین درخت‌ها بود اونجا. توی اون شهرسازی دیدن که من بیشتر با نقاشی و اینا چیز کردم، نمایشگاه ضمن همون کارم درست شد. گفتم آقا بیا برو این پارک سایی تو بساز، چون دیدن که بالاخره پارک سازی طبیعت است و گل و گیاهان. مجبور اونجا شدیم. خب چی شد که ارزون از آب در اومد؟ این تهران قربونتون برم 3 تا خیابونش، خیابون سپاه و حافظ و سعدی، از این سنگای داغون بود. اینا رو که آسفالت کرده همه رو آوردن پارکشای انبار داشتیم، الان کتابخونه شده اونجا گذاشته بودن. این سنگا رو دپو کرده بودن تو پارک شهر، آسفالت کرده بودن. بعد رسیدیم پارک تهران سایی، پول نداشتیم، ما که شهرداری فقط خودش بود و به اضافه وزارت نیرو، وزارت آب، جزو 2 تا سازمان مدیر کل داشتیم، یکی وزارت مدیر کل شهرداری داشتیم، یکی مال برق بوده یکی مال آب. نتیجتا این جریان اون موقع شهر بود. نتیجتا پولی نداشت شهرداری واقعا. بعد یک شهرداری خودکفا شد و همین پارک نیاوران داستان داره اینجا چجوری پارک تا دور نشونست پارک سایی. خیلی خاطر من دارم آقا تهران 65 سال میبینم، الان پارک سایی دارم برای تهران و تهرانی واقعا میسوزه. اصلا به این قصه میخوام برسم، چون شما 40 سال میشه که در میدان آرژانتین تهران ساکنید، درسته؟ 41 سال اونجا هستیم، قرار شد اونجا موزه بشه. بزنین اول پارک سایی بالاخره ببینیم تمامش میتونیم بکنیم. هفت حرف میاد، پر حرف دارم من. خب بزنین من برگردونم شما رو. اون سنگ هایی که از تراشیدن سنگ های حافظ و سعدی و خیابون سپاه سابق به دست آمده بود و دپو شده بود در پارک شهر، شما در ساخت پارک سایی بفرمایید. پول نداشتیم برای پله اونجا. البته من مخالف پله بودم، چون الان می‌بینید پله برای آدمای مسن، برای بچه چقدر، بس اونجا رو سعی کردیم که همون به صورت طبیعی حفظش کنیم. یا اگه حد باشه همونجوری حفظ شده، همون اسلیمی ایران تقریبا گرفتم. فقط جایی که الان شما پله بینی اون زمانی بود که شهرداری پولدار شده بود، دست مقاطعه‌کارا افتاده بود. اونجا ما سعی کردم بازم برای پله ها رو بغلش هم اگه شما ورودی شرقی اگه بیاین یه رام داره، یه پله داره. خلاص مخالف بودم. نتیجتا چقدر طول کشید ساخت پارک سایی؟ این پارک سایی خب نزدیک به 6 سال 7 سال، نزدیک 6 ساله ازش پول میدادیم. آروم پول نداشتیم، واقعا نداشتیم. سنگ مثلا اونجا رو همه از جاجوج می آوردیم، این سنگ قلبایی که الان پارک تقریبا ژاپنی هست اونجا می آوردیم. یک باغبون داشتیم آقای رحیمیان، بعد دیگه پولدار شده بودیم، چند تا مهندس کشاورزی آوردن ازم بزرگتون، یک تا معمار. خلاصه خرابکاری اصلیش با ما بود که پارک ملت و پارک جمشیدی هم اینا رو تقریبا موقع کاشتن اینا نظارت داشتیم که اینا رو. یعنی پس فقط روی پارک سایی طراحی کردید اما نظارت داشتید بر پارک ملت؟ دفتر پارک‌ها رو مدیریت می‌کردیم که جامون تو پارک شهر بوده، اونجا داشتیم. بعد آخرین پارک هم پارک جمشیدی بود، اونجا پارک خیلی قشنگی بود، درست شده بود. ولی پارک جمشیدی دیگه پر پله است.
دیگه اونجا دیگه حریفشون نمیشه. شیبه خیلی نه حریفشون نمیشه. میشه اونجا میشه رام گذاشت. بعد شما طبیعت که پله نیستش که طبیعت هر جوری که هست شما همونجور هر جایی که خیلی مصر بودید که به شکل طبیعی پارک. اما خودتون ببینید دیگه الان بنده نمیتونم رو پله برم بالا. بچه که میبینم میومدن میافتن نتیجتا از جهت طبیعی هم شده. طبیعت اینو میگه. ما معلمون طبیعت دیگه. خب تا چه سالی در استخدام شهرداری بودید؟ من برسونم که 6 سال شهرسازی بودیم. بعد 12 سال دفتر فنی پارک‌ها شد. چقدر میشه؟ 18 سال. بعد رفتم وزارت کشاورزی. من اسپیاب خدا رحمتش کنه که بعد اونجا قسمت منابع طبیعی کار میکردم. اونجا مأمور شدیم برای پارک‌های کبیری، کاشان و یزد و سبزوار و مثلا که کرمان که تر پارک‌های کبیری هم الان چه بردیم اونجا. یک گلگی‌های مخصوصی اونجا مال الان کرمان خیلی خوبه دیگه. جای دیگه نمیدونم چه حال بازی داره. الان آقای کردوانی از خدا حفظش کنه خیلی دوست اونجا میزنه این کبیرای ما. خیلی آره دیگه. پس بازنشسته شهرداری هستید؟ نه خیلی. من رفتم منابع طبیعی 20 سالم بود که بازنشسته شدم. بعد اومدم قسمت فقط کار نقاشی و یعنی بعد از اینکه دیگه فارغ شدید بعد از 20 سال دیگه چسبیدیم به نقاشی و البته سر برای لاجان ترش 5 سال و 25 سال برای لاجان دادم. مثل تهران اونجا عملی نشد. الان شما بیایم اونجا من سال 42 برای لاجان تر داده بودم. اگه دیده باشین یه استخر داره اونجا. بله. اینقدر که اون شهر اگه تر اجرا میشه قشنگ میشه. خودم یه مفتاریت باز همونجوری هست. رفتیم تو انتهای شانزلیزه چرخ فلک میذارن موقت تابستون ها میذارن. این همون پاریس که فقط قسمت در دفاع زمان پومپیدو یک برجای ساختن جلوش هم گرفتن دیگه نمیذارن. بله. چون وقتی معمارا حرف بزنن دیگه حرف معمارا باید گوش بکنن. درست. کی ازدواج کردید؟ داستانی سال 42. چرا داستانه؟ برای اینکه به حقوق رسیده بودیم و پول داشتیم برای اینکه تا نمی‌تونستیم خونه بگیریم نمی‌تونستیم ازدواج کنیم. به قول طبیعتا اینم خیلی جالب. 800 تومن حقوق من بود قربان. 200 تومن اجاره خونه میدادم. تو سلسبیل خونه گرفته بودم. 200 تومن خرج بود، 200 تومن برج بود، 200 تومن پسنداز. پول جمع کردیم خلاصه اومدیم توی شهرها زیبا شهر میگن کجا طرف آستوم غرب تهران. شهرها راست دیگه. شهرها نه بالاتر. آریا شهر. یه خونه 310 متر اونجا 100,000 تومان خریدیم. با قسط و این چیزا و میتونستیم. یعنی چه ازدواج کردیم؟ 42 سال پول شدیم خلاصه رفتیم لاهیجان و دخترمو میگرفتم. پس ازدواج کاملا سنتی. اون تهران مدرن و کارهای مدرنی که شما میکردید تاثیر نذاشته بود بر سلوک سنتی. دخترمو خیلی تعریفش میکنه. الان خیلی با من بس خیلی ارتباطش کردم که با ما فامیلی میومدن پالمو خیلی تعریفشون میکردن. یعنی اینکه شما ندیده بودینشون؟ نه تعریفش میکردم. خودم میدونستم من که تهران بودم ولی دیدم همه خوبه. اینا گفتم خب بالاخره هم خرج به اون شکل نداریم. باباشم بالاخره عموی ما هست و بعدم آدم بدتر دختر خالای من بود. یه چیز ضربزری که خلاصه 3 تا بچه از اون داریم. الان خوشبختانه هر 3 تا توی کار هنری هستن. دخترم الان مدیر گالری ماست که دانشگاه تدریس میکنه نقاشی. پسرم گرافیسته توی کانادا است. متاسفانه پسرم گرافیسته الان با من کار میکنه. چرا متاسفانه؟ دیگه رفتی به خود رفت کانادا دیگه خبری نیست اونجا میرن که. احتمالاً شما هم خیلی موقعیت داشتید و کماکان هم دارید برای اینکه از ایران برید. به هر کسی که هنرهای تجسمی کار میکنه خیلی موقعیت خوبی دارن به خصوص در اروپا. چی شد که نرفتید؟ دوست نداشتم. برای اینکه ریشه اینجا بود. اینجا دوست داشتم. فامیل دوست بودیم. تا سوئد خیلی اونجا حداقل 300 400 کارام تو سوئده. این کمپانی
BMW ولوو بله. دوستم بود، سوئدیا میومدن کارو بهش تبیین دادن. 3-4 بار توی استکهلم من نمایشگاه داشتم اونجا. 300-400 کار در سوئد دارید؟ من اونجا بودم. فرانسه همینجور چند کار مثلا تو دنیا، اروپا، آمریکا. خیلی رقم زیادیه 300-400 کار فقط در سوئد. دیگه همینجوری بودیم. چه ریشه‌ای شما رو اینجا همین منازل چیزا میدادن، دوست داشتن دیگه، هدیه میدادن. نه میخوام ببینم چه چیزی شما رو اینجا نگه داشت و همین داستان این خیلی مهمه. رفتم مثلا دیدم یه بابا اینجا یه اتاق باید بایستی دست راست چپ مثلا نمیتونید، خیلی چیزا بود ولی این آزادی اینجا هست. فامیلا رو میدیدیم و هوای سرد اونجا 6 ماه روز نمیذاشت. آمریکا رفتم خوشم نمیاد، اومدم همینجور. خلاصه ایران سرزمینی است که هیچ جا نمیشه. حالا دوست تعصب نمیگم، خب دورهایی است که مقدار ناهنجاری آدم میبینه، ولی یک فرهنگی است که این ملت خیلی ملت خوبی است. همدیگه رو. چه چیزی در ایران امروز وجود داره که شما رو به وجد میاره؟ والا فرهنگ اینجا خیلی عمیقه. مردم اینجا با همه ناهنجاری آدم میبینه. واقعا الان شما رو میبینم من کیف میکنم، همه آگاه. من بچه‌هامون زبان امروز دنیا رو میدونن. نجده هر کدوم از این بچه‌ها میبینم چند عرصه استعداد دارن. چند نوه دارین؟ 2 نوه دارم. 2 نوه دارین. یکیشون که موزیسین خواهد شد ان شاء الله. اون یکی هم دوست داره، مثلا اونم دوست داره ولی اونم دادم پزشک بشه، خدا از اونم دوست داره، ولی اون پسرم متأسفانه کانادا است. خیلی ناراحتین از نبودن ایشون. بی خود میرم اونجا، خبری نیست اونجا بخدا. خیلی ها رنج میکشن. مگر اینکه از کوزگی برم اونجا آداپته بشن. اینجا رو باید بسازیم دیگه. کی میخواد بسازه برای ما؟ خدا بیامرزه دکتر مجتهدی یک وصیت کرده بود، من بنیاد مجتهدی هم تو هستیم، اونم خوشبختانه اونم دست خودم هم هست، درست شد. اونم میاد تو دفتر خودمون قرار شد که بیام بریم اتفاقا گیلان، اونم بنیادشو در 1-2 ماه اونجا راه بندازیم. همین فردا با شما قرار دارم برای موزه گیلان داریم میریم میراث فرهنگی، برای بنیاد البرزم این لاجان اینجاش هم پیدا کردیم که اون البرزیایی که تو دنیا هست همه رو بکشیم لاجان که مجتهدی اینا رو اینجور موزه درست کرده و خیلی الان بزرگای همین حکومت هم از البرز فارغ التحصیل شدن. آقای محجوبی، ایرانی ها همیشه در طول تاریخ در رشته‌های مختلف هنری یاد طولایی داشتن، اما در نقاشی ما تک ستاره داریم. یعنی سرزمین ما رو شاید به اسم سرزمین نقاشی نشناسن، علیرغم اینکه ما مینیاتور رو به جهان معرفی کردیم. اما مثلا شما در ایتالیا برید سرزمین نقاشانه، یا هلند یا حتی اسپانیا یا فرانسه که اصلا شما در کنار خیابون نقاشا رو میبینید که دارن نقاشی میکشن و خیلی پویا و خیلی زنده است نقاشی. در ایران یه جورای نقاشی شاید به دید برخی هنر لوکس باشه. چرا این اتفاق در ایران ما افتاده؟ حالا این شکلی اولی نباید ببینید ایران رو از گذشته دور ببینید. کمتر از جای دنیا نبود، معماریش، نقاشی‌هاش، چیزایی که داریم. این سرزمین هیچ وقت هنر خالی نیست، هر دورش برای خودش. تو دورهاش شما ببینید دیدید کمتر از جای دنیا نیست که یونان میگیم، روم و ایران و آمریکای جنوبی هم سر جاش. اینجا واقعا شاخصه. نتیجتا هر دوره چیز خودش داره دیگه. حالا شما میفرمایید مال ما مینیاتورها هم خب واقعا شاخصه. ولی در دوره معاصر نقاشی ما نسبت به خیلی از کشور، البته لزومی نداره هر کشوری واقعا در همه هنرها پیشتاز باشه، اما با این استعداد و با این اقلیم متنوع شاید این تصور به وجود بیاد که نقاشی ایران باید خیلی جایگاه رفیع‌تری در جهان پیدا می‌کرد. از این وقتی که اختراع چیز بخار پیدا شد، این تنوع چیز نور سنجیده شد، فهمیدن رنگ چند هزار جور داستان حتی زیر نوری اینا اصلا بالکل به هم زده. همه زندگی مردم به هم زده. سابق نقاشی یا مال دربار بود یا مال کلیسا. بله. الان بچه کوچیک من شما همه توی عرض این عجیب تو زندگی همه دخالت داره. نتیجتاً هر زمان خودش داره. انسان هم که میبینید هر روز آدمی به جایی که به جز خدا نمیره. الان این کارهایی که شما ببینید، این آثار هنری که وجود میاد، چه معماری چه نقاشی، واقعا 2 سال پیش رفته بودیم برای همون ونیز، یک کلیسا رو نمیدونم اینقدر بها میدن به هنرمنداشون، حالا ما البته بها میدن، خیلی غمگین شدیم اونجا. یک کلیسا فکر کنم به اندازه 3 برابر اینجا تمام این فضا رو دست یه آرتیست داده، انواع اقسام و رنگا رو توش گذاشته.
میرفتیم اون تو بی اختیار چیز عظمتی میدیدی که انسان خلق کرد. هیچی نبود ولی این شکلی بود. مثلا برای آرتیستاش، هنرمنداش بستر فراهم میکنه. انجام بچه‌ها الان از جای دنیا کم نیستن، ندارن. تقریبا 40 تا از بچهای البرزی ما فقط تو ناسا هست. 40 نفر از بچه‌های البرز در ناسا اونجا هست. آمار داره. نتیجتاً این سرزمین از جای دنیا کمتر نیست. به شرطی که بها داده بشه. الانم خیلی چیزا رو گفتم برای دنیا داریم. منتها خب دنیا دست یه مش اشرار هستن که صاحبان زر زور هستن که این چهره‌های زشت رو از انسان می‌سازن. متاسفانه هیچ کدوم از مسئله این دنیا این دنیاشون این نبوده. علتش رو باید گرفتار آدمایی بدونن که مریض هستن. والا خشونت رو در کارهای مدرن، در هنرهای تجسمی چطور ارزیابی می‌کنید؟ می‌بینیم که خیلی زیباست، یک نقاشی خیلی زیباست، اما خشنه. در مجسمه سازی همینطور، حتی در معماری. خب اصلا انسان هم چیزایی که حس میکنه از کلم یک جایی میرسه که دیگه اون عظمتی که تو عالم هستی از خدا داره یک قسمتی میذاره توی مغز این که این دیگه نمیبینه، نگاه میکنه. ولی خشونت در عالم هستی و در آفرینش وجود نداره. نگاه همه جا عشق واقعا. میخوام ببینم خورده شما بر شرایط یا بر هنرمندی است که خشونت رو تصمیم این فرمایش شما رو من قبول ندارم، به عقل ناقض خودم. ببینید این 116 عنصری که پیدا کرده، این با این باید این مثلا اسید سولفوریک باید این باید باشه، سدیم باید این باید باشه، فسفر این باید باشه. این زشت زیبایی که با هم می‌بینید این ترکیبی است که کل معماری دنیا به این بنا نهاده شده. از این دیدگاه نگاه کنیم، آدمای بدم که نگاه می‌کنیم علتش معلومه که ممکنه اون به برادر یا خواهر از پدر یا مادر می‌بینه که این خوش اخلاق و خوش برخورد و دست دلباز، اینه که خسیس و حریص و بدجنس. چرا؟ اما عناصری که ترکیب دهنده این ساختمان عالم هست ممکنه فسفات زیاد یعنی این رو ایرادی نمی‌بینید بر هنرمند که خشونت رو ساختمان عالم مگه یه جایی برسه که انسان که اینجور دیگه زشت نباشه. این گرفتاریش مال اونایی است که این حس آز دارن. این علم احتمال زیاد الان می‌بینید تلاسمی رو پیدا کرده انسان دیگه. میگه آقا خانم این بچه تو به در نمی‌خوره، این گرفتاری این مرض داره، این باید چون انسان خب آبله از بین برده، طاعون از بین برده، بابا از بین برده. الان می‌خوایم هر چقدر دلت می‌خواد زندگی بکنی. خب این مقام انسان اینجا نگاه کن. این پلیدیایی که شما ببینید ان شاءالله به زود من نمی‌بینم، شما حتما باید ببینید که انسان به اینجا میرسه. ان شاءالله زیر سایه بزرگتر مثل همه موجودات عالم این چند سه بارو اینجور دیگه ناهنجار نخواهد گذاشت ان شاءالله. رنگ مورد علاقتون چیه؟ خسته کردم شما. نه من لذت می‌برم. شما مگر اینکه خسته شده؟ من خسته نمیشم چون والا عالم اینجوری که بزرگای هنر گفتن سفید مادر رنگا، سیاه ورستان رنگا. شما سفید تجزیه کنید الان هستش علمیه، میرسیم به سیاه هم تجزیه کنید میلیون‌ها رنگ. نجده اون وحدتی که عالم هستی. ولی رنگ مورد علاقه خودتون چیه؟ هر جاش سر جاش خیلی خوبه، ولی آرامشی که تو طبیعت آدم می‌بینه آبی و سبز دیگه. من اغلب کارام آخه خود آبی هم آبی فیروزه‌ای نمی‌دونم. خب میگم ما تجزیه کنیم هزاران رنگ آبی می‌بینید. آبی و سبز رو ولی به هر حال ترجیح میدید. بیشتر این چون آرام بخش دیگه. آدم احساس به رنگ گرم می‌خواد باید به این طرف همه رنگا می‌دونید سه تاست دیگه. بله. قرمز، زرد، نه سبز نه. قرمز، زرد، آبی با زرد میشه انواع سبز. قرمز با زرد قاطی میشه انواع نارنجی. تمام رنگ‌ها به این شکلی. سه تا رنگی که همه این رنگ‌ها. ولی رنگ مورد علاقه شما بیشتر آبی و سبز. بیشتر کارم چون آرامش می‌خوام بدم. دنیای مجموعی گفتم خدمتتون که این آرزوگاهی که ما را به وجود آوردیم تو طبیعت نمی‌بینید شما دیگه. شما الان تشریف ببرید اطراف تهران، خدایا اینجا مگه میشه اینجوری باشه؟ هستش دیگه. این انسان این همه به اسب علاقه دارید، هیچ وقت سواری کردید؟ سوارکار بودید؟ هیچ وقت؟ اصلا هیچ کدوم گرفتار انسان نیست. چون اسب سمبل انرژیه دیگه. نه هیچ وقت اسب با سوار در نقاشی شما نه این سمبل انرژیه و بعد واقعا از نظر شخصیت فوق‌العاده است. میگه اصلا ریشه این دوتا با همه عالم گفته همه از یک گوهر به قول مولانا دیگه. فرق کنه با عاشقان را جستجو از خویش نیست، در جهان جوینده جز او هیچ نیست. این جهان و آن جهان یک گوهر است، در حقیقت کفر و دین و پیش نیست. همه جا عشق است و زیبایی و عظمت و شکوه. اغلب نقاش‌ها
ظاهر خیلی ویژه‌ای دارن، من جمله خود حضرت علی. چرا اینطوره؟ چه بگم؟ نمیدونم، برای من سواله. اغلب محاسن بلند، موی بلند. میخوام ببینم چه چیزی است، چه اتفاقی میفته. از قدیم هم همطور بوده. الان که قوم ماشاءالله آرتیست‌ها بعضیش اینا قوم بسته به روی آدمه، نقاشی نیست، اما یه حرفه هست چیزی هست، ولی تو نقاشا بیشتر می‌بینیم. دیگه این پوزیشن این کلاه بره میگم چیز فرانسوی‌ها چیز شده بودن، من کلاه دیگه داشتم به ما نمیاد. نه خوبه، خیلی جذابه، خیلی شیکه، خیلی ظاهر ویژه‌ای است، نه اینکه بخوام ایراد بگیرم. ببخشید به هر حال دیگه نه برای من جذابه واقعا. یعنی من شما رو تو خیابونم ببینم، اگر شما رو نشناسم متوجه میشم که شما آرتیستید و احتمالاً نقاش. دیگه این دیگه چیز خداست که همیشه رو هر کی برای کار ساخته دیگه. بسیار. البته اینم بهتون بگم من سرم حساس این میذارن دیگه، بقیه وقتی گرما خیلی خوبه ها، اصلا میگم خدای نه خیلی اصلا میذارن اینو، انتقادی نیست. بله ولی من که وقتی سرد باشه نمیذارم. نه خیلی هم خوبه. خدای دیگه خوشم نمیاد حقیقت کلام. اما آخرین سوال من از شما استاد حسین محجوبی، آرتیست درجه 1، نقاش محترم و بزرگ سرزمین ایران، این هست که اگر قرار باشه 5 نفر درباره شما صحبت بکنن به واسطه شناختی که از شما دارن در یک مستند فرضی، اون 5 نفر چه کسانی هستن؟ لطفاً برامون اسم ببرید. میتونن مثلا همسر شما باشن، قوم و خویش، فرزندان، همکاران. تو یک دوستی داریم آقای مسیحا، اونم مسیح اتفاقا شمال، یک 2 سال رو بعد یک فیلم آماده است برای CD. اتفاقا آدمای عجیب غریب این مسابقه کرده از استاد ستاری، علامه درودی. خب بگین الان خودتون اگه قرار باشه انتخاب بکنین چه کسانی رو بگم؟ اما ایرج کلانتری، برادر ایرج کلانتری، آقای ایرج کلانتری، بله. معمارا، نویسنده که بهتون بگم آقای جواد مجابی، بله آقای جواد مجابی، آقای جلال ستاری، بعد محقق بزرگ، بله، نقاش آقای علی اکبر صادقی. بله. از بستگانتون هیچ کس نمیخوان؟ اگه پله خانم بیاد که من الان فوش میده چون دستم 50 سال الان خونه هستیم، طفلکی خیلی عزیزش کرد، 50 سال گرفتارم بود تو سفرهایی که مینداخت، چون تقریبا استاد واقعا آشپزی هستش، آشپزی گران، شاید باورتون 30 نوع غذای بدون گوشت بلد درست کنه. گوشت نمیخورید؟ میخوریم، میگم خانم من 30 نوع غذای بدون گوشت، غذای گیلان دیگه، مثلا با سیر مثلا چند جور خورش داریم، با بادمجون داریم، با خلاصه دیگه. پس نفر پنجم میذاریم همسرت. بذاریم فوشم بده. خیلی ممنونم، خیلی لذت بردم از هم کلام شدن با شما. ان شاءالله میبخشید که سر شما در آوردیم، ان شاءالله سال سایتون بر سر واقعا شرمنده هستم ولی عاشق عالم هستم، سرزمین ما. آرزو میکنم شما جوانای نازنین و رعنا رو خداوند حفظ بکنه، این سرزمین همیشه پایداره ان شاءالله، واقعا سرزمین مقدس. یک دنیا سپاس. ممنونم، موفق باشید. ببخشید. اختیار دارید. خانم آقایان خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با این برنامه امضا هم همراه بودید. دعوت میکنم در هفته‌های آینده هم برنامه خودتون رو نگاه بکنید. تا اون موقع به شما عرض میکنم خانم آقایان وقت بخیر، خدا نگهدار.